های بچز. من پرنیانم. من سمانم. و ما اومدیم که نودل فاکینگ تند رو امتحان کنیم و به فاک سگ بریم و همین. ولی بچز قبل از امتحان کردنش با خودتون تجهیزات داشته باشین. بریم درستش کنید. همینجوری که میبینید نسخه مرگ ما اینجاست و قرار الان نه تنها معده، دهان، مری تا اصلمون هم قراره بسوزه. تمامه به تسلیت میگم. همونطور که خوبی بودی واسم. تو هم همینطور. خب شروع کنیم. آقا من میترسم. چت خوبه که ما نصفشو ریختیم. کلشو بریزیم. خیلی خوشمزه است. دیگه قرار نبود اینجوری بشه. نکنه بعدش میاد. خب خواهیم بیشتر بریزیم و اوه بس نکنه ما ورژن تندترینش حالتاشو نگرفتیم. خب بازم همشو نریختیم. خورده تنده ولی نه اونقدر. شیت دهنم وای شیت. نمیتونم. لبام داره میسوزه. میخوای کلشو خالی کنیم؟ آره قرار بمیریم سمانه نمیتونم. ولی اونقدر بد نیست که سمان عزیزم حالا قطره آخرش نداره. چجوری قرار اینو دفع کنیم؟ ببین سمانه دهنم میسوزه. متوجهی؟ حس نمیکنم. من لبامو حس نمیکنم. خدایا ببخشید از گناهانی که کردم. نمیتونم دستم نمیاد بخورم. تنده ولی حس میکنم دارم بهش عادت کنم. تنده ولی آی خدایا بخوردم. میدونی بعدش چیه؟ بعدش اینه که همون لحظه که میخوری گلوم تند نیست ولی سمانه اینو بگیر آی دارم میمیرم مثل سگ دارم عرق میکنم. آی خدایا آی خیلی تنده. مهمترین چیزش اینه که تندیش الان بعد از اینکه دارم همشو خوردم دارم به فاک عظما میرم معلوم میشه و داره کل دهنم و اینجا میسوزه. تو زنده ای؟ من نمیتونم دیگه ادامه بدم این ویدیو رو. خداحافظ. بچه‌ز این ویدیو امروز بود. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید که اگه ما نمردیم بقیه ویدیوهای چنلم ببینید. محتوای من بیشتر ولاگ و محتوای خوابگاهیه. سابسکرایب یادتون نره. به خاطر مردم به خاطر اینکه به فاک رفتیم این سابسکرایب فاکی رو بزنید و زنگوله رو فشار بدین. خدافظ بچه‌ز. بای میشه هماهنگ کنیم چه چیزی باید بگیم؟ های بچه‌ز. های بچه‌ز حالا نیستی بگی؟ نمیخوای دهنت ببش آلوده بشه. نمیخوام آلوده بشه. 1 2 3 های قبل از همه چیز باید شیر بیاریم. گو خوردم. واقعا نگری میکنی؟ شیر بخور.